بزم شاعران. شنوندگان عزیز، ما این هفته در برنامه شما رادیو یک محفل انس ترتیب دادیم. محفل انسی که شاید شما هم بپسندید. روزگاری است که شما نام شاعران ارجمند این مملکت را فقط دورادور شنیده اید و از اشعارشون لذت بردید. ولی در این محفل شما با صدا، حرفها، خاطرات و اشعار شاعران آشنا میشید. و حالا چه بهتر که خواهش کنیم این سرایندگان محبوب با صدای خودشونو به شما معرفی کنند. خواهش کنم خانم بفرمایید. لوبت والا. فریدون مشیری. بنده ارادتمند ابوالقاسم حالت. بندم بهادر یگانه. البته آقای فرهنگ شریف هم در جمع ما شرکت دارند و قراره که آقای ایرج هم خودشونو به این جمع برسونند. اگر آقای ایرج رسیدند که در بین شعر و صحبت از ساز و آواز استفاده خواهیم کرد و اگر خدای نخواسته آقای ایرج نیامدند از پنجه گرم و نوازشگر آقای فرهنگ شریف لذت خواهیم برد. خب خانم والا، بهترینه که از تعارف کم کنیم و به مبلغ بیافزاییم. سرکار لطفاً یک خاطره‌ای بفرمایید و بعد هم شعرتون بفرمایید. خاطره‌ای دارید خانم؟ والا الان چیزی به یادم نمیاد، یعنی شاید حضور ذهن ندارم برای اینکه چیزی به یاد بیارم. اجازه بدین تا آخر مجلس اگر چیزی خاطره‌ای به یادم اومد شعر که حتما هست دیگه. شعر بله، یک شعری اخیراً گفتم که این آخرین شعرتونه. چه بهتر، خواهش می‌کنید. غزلی دوستان دیگه. بله خواهش بهتره. تشکر میکنم. فارغ از بود و نبود همه عالم بودن، گوی امید ز چوگان زمان بربودن، روز و شب مست و غزلخوان و صراحی در دست، بر در میکده شوق قدح پیمودن، واقف سر ازل گشتن و از چنگ خیال نغمه زهره و آوای ملک بشنودن. آفرین. ز دل خاک به افلاک قدم بنهادن، بر حرم سر خدا سرسودن، یا همه عمر لب جام هوس بوسیدن، دامن نام به پیمانه ننگ آلودن، غایت دلبری و غایت مقصود شدن، روی چون آینه بر اهل جنون بنمودن، سایه بر چشم فسونکار زدن، دل بردن، هر زمان بر صف مجنون صفتان افزودن، آهوی دیده به دام نگهی افکندن، در بتخانه دل بر همگان بگشودن، یا چو مریم نفس قدس چشیدن، وانگاه گنجسان کنج نهان از همه خلق آسودن، یک دمر دولت دیدار تو هم دست دهد، میتوان این همه را بر دگران بخشودن. خب آقای حالت، ریاست سنی مجلس با سرکاره. اختیار قربان، خودتون رو حساب نمی کنیم جدا. بعد نیست از آقای حالت خواهش کنیم یک خاطره با مزه نقل کنیم. خواهش من آقای مشیری. خب آقای مشیری هم که خواهش کردند و دیگه اصرارم بیش از این نمیشه آقای حالت. عرض میشه اجازه بدید عوضی یک خاطره دو خاطره نقل کنم. خب یک شب از جای من حساب بکن. بله دیگه. من خاطره بله دور خانم بالا هم بانده میشه. نصف لک و الله خیر الرازق. عرض میشه چند سال پیش که محل خدمت من در آبادان بود، مثل همین الان خیلی از دست لاغری به تنگ آمده بودم. نه عرض میکنم مثل لاغری که الان که لاغر هستم اون موقع هم شد.
دیدم سال هاست، یعنی تقریبا 50 ساله که همینطور به طور ثابت همین 50 کیلو هستن. پس تلویحاً بالا میرفتید که 50 سالتونه. اصلا 1 کیلو هم وزن. 1 کیلو وزن. نه بالا میرفتم نه پایین میامدم. انشالله شما رو سر 120 سالگی 120 کیلو ببینیم. بالاخره این موضوع رو یک شب در منزل یکی از رفقا مهمانی بود، یکی از آقایون دکترا اونجا بودن و خود ایشون به من گفتن که خب تو چرا اینقدر لاغر هستی؟ گفتم والا من هر چی که سعی کردم چاق بشم نشده. گفت آقا این نمیشه همچی چیزی، طب امروز طوریست که چنین و چنان میکنه و جراحی لاغر رو چاق میکنه و چاق و لاغر میکنه و جراحی قلب میکنن و چشم میکنن اینا و شما حتما به دستور دکتر رفتار نکرد. گفتم خب شما دستوری حالا به ما بدین ببینیم که چیکار میشه. یک دواهایی نوشت و گفت اینا رو بخور. ما از فردا شروع کردیم اینو. 3 روز گذشت دیدم اصلا نه نهار میتونم بخورم نه شام میتونم بخورم. کلی خیلی وزن از زندگی افتاد. منم باید بهش مراجعه کنم. بله خیلی خوب چون شما صرفه‌جو هم هستید. گفتم آقای دکتر این بهتر ما آقای حالت مرتب خوراک و خواب هم زندگی ما رو گفت که آقا جان شما ایرانی‌ها عادت دارین بدون نسخه داده نمیدونید شما لاغری میگه. گفت آقا جان شماها عادت دارین که از این طرف علفو میگیرین دهن بره، از اون طرف هم دنبشو میسنجید و فکر میکنین که همین علف که از این ور خورد از اون ور باید دنبش سنگین تر شده باشه. این نمیشه لااقل جان من 1 هفته 10 روز 20 روز این رو تمرین کن بخور مرتب ما بعد ببین چطور میشه بالاخره بذار. ما 2 مرتبه رفتیم شروع کردیم خوردن اینا تا دیدیم که یه روز که اصلا به کلی از بین میری. یه شب دیگه احساس بی‌وزنی می‌کردی؟ گفتم آقا بله به کلی حالا اون موقع که عرض می‌کنم هنوز صحبت بی‌وزنی نبود. ایشون داشت بنده از اون اولی گفتن که صحبت 50 سال پیشه. اولین کسی که احساس بی‌وزنی کرده آقای حالت. آفرین. بعد که با سبیل نرفتیم هوا. گفتیم آقای دکتر این که بدتر ما رو داره از زندگی میندازه، ما بدتر داریم لاغر میشیم. گفت خب پس می‌خواستی چی بشی؟ گفتم آقای دکتر من که به اندازه کافی لاغر هستم، من می‌خواستم چاق. گفت عجب من خیال کردم تو می‌خوای رژیم لاغری بگیری. بعد قربون حواست 2-3 نفر از رفقا گفتن که شعری براش بساز. همونجا فیلم مجلس این قطعه رو ساختم. قطعه چی بود؟ این بود که گذشتم ای طبیب از فکر بهبود، گذشتم ای طبیب از فکر بهبود، نمردم گر ز داروی تو مردم. بلا شک می کند تأثیر معکوس، دوایی چون نویسی بهر دردم. دوای چاقی هم دادی ولیکن بتر لاغر نمود و رنگ زردم. مرا زین پس دوای لاغری ده، مگر آن را چو خوردم چاق گردم. بسیار بسیار خوب. بسیار بسیار خوب. خب دومی خاطرتون آقای حالت؟ عجب که دومیش این بود که یک روز یکی از تجار بازار منو برای نهار دعوت کرد. بنده تصادفاً اون روز خیلی هم گرسنه بودم، ولی این آقا منو 1.5 ساعت تا 1.5 ساعت 2 ساعت بعد از ظهر معطل کرد و کارش هم فقط این بود که قریب 100 تا 200 تا پاکت جلوش بود، هی در می آورد و زبون میزد و لب پاکت ها رو تر میکرد و میچسبوند و بعد تمر میزد اینا. بالاخره نزدیکای 2 بعد از ظهر ما رو برداشت برد تو مغازه چلو کبابی. بعد بود اونجا و به جای 2 تا نهار 1 نهار سفارش داد و گفت که من هیچ اشتها ندارم. گفتم آقا چطور اشتها نداری تو 2 بعد از ظهر اینا؟ گفت نه اصلا من اشتها ندارم و دچار بی اشتهایی عجیبی هستم. بعد که ما نهار خوردیم گفت که فلان یه شعری واسه این بی اشتهایی من بساز. من اونجا این رو ساختم براش. به روی میز خود ننهاده اسفنج، فلان آقای تاجر از خسیسی. در پاکات و پشت تمرها را زند لب موقع کاغذ نویسی. ندارد اشتها از بحر ناهار، کند هر روز از بس تمر لیسی. بسیار خوب. بسیار بسیار خوب بود آقای حالت. خب حالا نوبت شعر جدیتونه که به شنوندگان ثابت کنید یک شاعر طنزگو دارای احساس هست، اشکی هم میریزه، حالی هم داشته، شوری هم داشته. بله
دیشب که پا به چشم تر ما گذاشتی، پا چون حباب بر سر دریا گذاشتی. باریکلا شریف. زان بسته ماند دوش لب از شکوه، کز نخست با بوسه مهر بر دهن ما گذاشتی. چون لب گذاشتی به لبم از پی وداع، چی فرمودن باشی؟ از کردم خوش به حالشون. البته بیت قبل از این رو بهشون گفتن. ولی خب این متاسفانه صحبت بوسه وداع بوده. چون لب گذاشتی به لبم از پی وداع، گویی که داغ بر دل شیدا گذاشتی. تسکین دل چگونه برآید ز دست من، تسکین دل چگونه برآید ز دست من، کار تو بود این که به من واگذاشتی. ای آن که جای پای تو خود بوسگاه ماست، بر درگه رقیب چرا پا گذاشتی. بر خون عاشقان همه خوبان رقم زدند، این رسم در جهان نه تو تنها گذاشتی. درهای آسمان همه ای آه بسته است، بیهوده رو به عالم بالا گذاشتی. ای اشک ای اشک یار آمد و رخسار خود نمود، اما تو کی مجال تماشا گذاشتی. حالت تو را چه شد که گرفتی به گریه خوی، از آن زمان که پای به دنیا گذاشتی. بسیار. خب آقای یگانه شما چه ساکت نشستی؟ ولی بنده ساکت نیستم، آمادگی دارم که از ما گوش ما گره. خواهشون نخیر. ما که بیرش ما حرف چو بوی بابا آقای رجب دشتی بردن تو بسیار بسیار. بفرمید آقای دیگه. حالا خب مجلس ما گل انداخت به قول معروف. آقای رجب تشریف آوردند و آقای شریف هم هستند و شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. بیرم بیا آقای ولد، رحم به تنهایی ما. خب حالا خواهش می‌کنیم پس برای اینکه قسمت بعدی رو شروع کنیم برای تنوع آقای رجب آوازی بخونن، آقای مشیری، آقای شریف بنوازن. آقای یگانه حاضر هستین؟ بسیار خوبه. خیلی شما صحبت می‌کنید آقای یگانه. من از بعد زیاد هر سر یک گلوم مایه افشاری آقای رج. بله قربان. یادمه آقای تاج میگفت ما یه شب مهمانی یه نفر بودیم، از شب تا صبح براش افشاری خوندیم، صبح که خداحافظ کردیم گفت آقای تاج رفتی همه آواز برای ما خود، یه دهن افشاری کارشو نکرد. رو نمیدونه افشاری از این چیزی هست، اون بی خود این نفس میزد. همون شعری که خوندید ملافظون رو ادامه بدید. خواهش محبوب من آسیون بسیار خوب میزنم آقای شریف، بسیار بسیار. سلام
چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی خیلی عالی. حالی دادی حالتی رفت. حالت هنوز نرفته. پنجه شیرین آقای شریف به شما حال نداد آقای مشیری الهام بخش نیست. عالی است، عالی است. بابا آقای شریف. درودی چون نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی این گلوی آقای ایرج در قدیم لونه بلبل بود آقا. بله هنوزم این لونه رو خراب نکرده. مرتب آقای شریف به ایرج میگه به به، ایرج به شریف میگه به. شعر آقای ایرج از ذوق برده. نمیبینم از همدمان هیچ بر جای دلم خون شد از غصه ساقی
کجایی خیلی عالی است. خب من که از آواز آقای ایرج بسیار بسیار لذت بردم. حالا نمیدونم خانم والا آقای رضاییان از همکاران عزیز ما هستند و ازش بردن. اگر که موقعیت مناسب باشه از ایشون استفاده میکنیم قطعه شعری بخونم. خب نوبت آقای مشیری. آقای مشیری خیلی ساگون گوشه نشستن که ما نبینیمش. اختیار داریم قربان. مرسی. خب آفتاب هر باشه نورانیت خودش داره آقای مشیری. بله شعر باید خوند، خاطره باید. اول خاطره‌ای بفرمایید. بعد بریم خاطرات شیرینتون اجباری حتما. شیرین پهلو هر جوری دوست داری خاطره بفرمایید. عرض کنم در طبقه دوم منزلی که بنده زندگی میکنم آپارتمانی هست که همسایه محترم دیگه زندگی میکنه. یک شبی ما آخر شب آمدیم خونه که ماشین بذاریم گاراژ. دیدم مهمونهای همسایه محترم ما ماشیناشون جلوی در و از جمله جلوی گاراژ گذاشتن. صحیح. و تحقیق کردیم معلوم شد دست جمعی رفتن شمرون. یه نیم ساعتی ما جلوی در وایسادیم دیدیم خیر تشریف نیاورد. هیچ چاره نداشتیم جز این که بریم ماشین بذاریم تعمیرگاه و یه گاراژ نزدیک خونه است برگردیم. موقع برگشتن من یه چند سطری نوشتم زیر برف پاکن ماشینی که جلو گاراژ وایساده بود گذاشتم. بله. اونجا نوشتم که امیدوارم به شما شب خوشی گذشته باشه. فقط اگر ماشینتون رو 1 متر جلوتر گذاشته بودید بنده این آخر شبی چند کیلومتر راه نمیرفتم. آفرین. فردا صبح آمدم دیدم یک نامه با خط بسیار خوش، یعنی نمونه بهترین خط خطاطان ایران. از ما خطاط بوده باز. به در خونه ما چسبونده بودن و نوشته بود که در پاسخ مرقومه عالی گر ما مقصریم تو دریای رحمتی و خاتمتاً به عرض میرساند اطاعت میکنم جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. بسیار بازو. و پول گاراژ داده بودین اضافه نشه زمینه پاکت نه امضا کرده بودن بوزری که بنده فهمیدم آقای بوزری خطاط مرد. خط ایشون به قدری به نظر من خوب بود که من این چند سطر رو نوشتم و به وسیله همسایه بالا برای ایشون فرستادم. که طبقه چند باشه اون بالا؟ هنوز خط خوش تو نوازش بصر است. هنوز خط خوش تو نوازش بصر است. هنوز مستی این جام جان فضا به سر است. فضای سینم از نامه تو باغ گل است. هوای خانم از خامه تو مشک تر است. بسیار بسیار. تو را به خط تو می بخشم ای خجسته قلم که آنچه در بر من جلوه می کند هنر است. آفرین. جواب خط تو را من به شعر خواهم گفت اگرچه خط تو از شعر من قشنگ تر است. به این هنر که تو کردی دلم اسیر تو شد. هنوز ذوق و هنر دام و دانه بشر است. شبی ز راه محبت بیا به خانه ما
ببین که دیده مشتاق شاعری به در بسیار بسیار آفرین آفرین. خوش داشتین. دیگه مثل این که بهترین است که گوش کنیم شعر جدیتون رو. آقای شریف هم اینجا تنها نشینن. آقای شریف حالی بدید و آقای مشیری هم شروع کنید. بله تازه ترین که کافی نبود. تازه ترین شعر بنده است به نام آخرین شعرتون. بله با قول شعرا واپسین شعر. شعرم. بله آخرین شعر و اسمشم آخرین جرعه این جام. به به. دو تا آخر داره انشالله. البته بنده معتقدم این به صورت غزل آزاده، یعنی همون صحبت‌های غزل رو تو فرم و قالب‌های جدید گفته شده. شاید یه نمونه کار تازه‌ای باشه. بسیار بسیار. آخرین جرعه این جام. همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست در بازی این ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال. چیست در خلوت خاموش کبوترها، چیست در کوشش بی حاصل موج، چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری. نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، نه به این خلوت خاموش کبوترها، من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در دامن کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم. من به این جمله نمی اندیشم. به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت، همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را، تنها تو بدان. تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب. من فدای تو به جای همه گلها تو بخند. اینک من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر تو ببند. تو بخواه پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان. تو بمان با من، تنها تو بمان. در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است. آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. خیلی متشکرم. خب چی فرمودی آقای رضاییان؟ نوبت آقای یگانه است موسیقی. نوبت آقای یگانه است. بله. چندین سال پیش بنده با مرحوم اشتری ظهری بود آمدیم به یه چلو کبابی که نهار بخوریم. بنده خب میدونید رژیم لاغری هم داشتین مثلا؟ نه خیر مثل حالا نداشتم، چون خیلی تحلیل رفتیم. بله. بنده میدونستم که در جیب بنده از پول خبری نیست و به قول بر بچه‌ها مورچه یدک میکشه اونجا. ولی خب به امید این که رفیقم مرحوم اشتری پول داره اونم که دقیقا معمولا تعارفی به هم کردیم و رفتیم شروع کردیم به خوردن و چون به امید همدیگه هم بودیم بی‌رحمانه بله هر چی میتونستیم مل فرمودیم. بعد نشستیم به نگاه کردن همیزه بله و سایرین. رودرواسی داشتین که نمیگفتین تو پول داری؟ بله. بعد گفتم که علی بریم. گفت بریم. خب حساب کن. گفتم منم ندارم. گفت منم ندارم. دیدیم خیلی بد شد اوضاع. بله اون صاحب رستوران رو صدا کردم و گفتم آقا ما به این وضعیت بله برخوردیم و پول نیاوردیم همراهمون. حالا اگر اجازه میدید این آقای اشتری
اینجا گرو باشن بنده برم پول بیارم. چه گروگان خوب. قبول کرد. گفت که این آقا کیان؟ گفتم آقای اشتری. گفت چه کارن؟ گفتم شاعرن. گفت خب شاعر یعنی چه؟ گفتم شعر میگن. گفت خب قربونتون برم این شعر آقا رو بنده کباب کوبیده ازش درست کنم، به سیخ بکشم، گوجه فرنگی کنم، به سیخ یا دم کنم بدم به مشتری، حالا پول میشه برای من. از کنم یه غزلی دارم تحت عنوان ببخش. خدایی کن ای مه گناهم ببخش، در آغوش هستی پناهم ببخش. به عشقم نگیری به مرگم سپار، به اشکم نبخشی به آهم ببخش. به موی سپیدم نظر کن به مهر، پس آنگه به بخت سیاهم ببخش. گناهم گران است و عشقم گواه، گناه مرا بر گواهم ببخش. نخواهی اگر لب گشایی ز خشم، نگاهی کن و با نگاهم ببخش. به یاری به پا خیز و دستم بگیر، گنهکارم اما گناهم ببخش. به پای تو سر می نهم بنده‌وار، به پیشانی عذرخواهم ببخش. ندارم پناهی به جز کوی تو، تو انگار چون خاک راهم ببخش. بود عشق تو صبحگاه امید، فروغی از آن صبحگاهم ببخش. بیت آخر بود. خب آقای سویلی خودتون الان نوبت خودتون کی میرسه؟ حالا حضورتون موقعی که خود درزی در کوزه بیفتن. خیلی عرض بزرگ مبارکتون، من چون وقت تنگه اجازه بدید از خاطره بگذرم. و چون آقای رضاییان هم تشریف آوردند و بیکار بودند، شعر بنده هم آقای رضاییان بخونم اگه اجازه فرمایید. به چه مانند کنم زلف پریشان تو را، به چه مانند کنم زلف پریشان تو را، به دل تیره شب، به یکی حاله دود، یا به یک ابر سیاه که پریشان شده و ریخته بر چهره ماه. به نوازشگر جان، یا به لطفی که نهد گرم نوازی در سین، یا بدان شعله شمعی که بلرزد ز نسیم. به چه مانند کنم حالت چشمان تو را، به چه مانند کنم حالت چشمان تو را، به یکی نغمه جادویی از پنجه گرم، یا به الماس سیاهی که بشویندش در جام شراب، به یکی اختر رخشنده به دامان سپهر، به غزلهای نوازشگر حافظ در شب، یا به سرمستی طغیانگر دوران شباب. به چه مانند کنم سرخی لبهای تو را، به یکی لاله شاداب که بنشسته به کوه، به شرابی که نمایان بود از جام بلور، به صفای گل سرخی که بخندد در باغ، به شقایق که بود جلوگر بزم چمن، یا به یاقوت درخشانی در نور چراغ. مرمر خام تنت را به چه مانند کنم، به بلوری سیراب، به یکی ابر سپید، یا به یک مخمل خوشرنگ نوازشگر گرم،
به یکی چشمه صاف یا به سیمای گل انداخته از دولت شرم، به پرندی که کند جلوه‌گری در مهتاب، به گل یاس که پاشیده بر آن هاله نور، یا به قویی که رود نرم و سبک در دل آب. به چه مانند کنم خلوت آغوش تو را، به یکی بستر گل، به بهشت ابدی، یا به خلوتگه جانها که غم از یاد برد، به نفسهای بهار، یا به یک خرمن یاس که شمیم خوش آن را همه جا باد برد. به چه مانند کنم من ندانم، به نگاهی تو بگو به چه مانند کنم. بسیار شعر فوق‌العاده عالی و خوندن آقای رضایی هم که دیگه شعر منو ایشان جلوه دادن، خود شعر خبرش نکنم. من حالی گرفتم آقای. شنوندگان عزیز، در اینجا بنده به اتفاق خانم والا و آقایان ابوالقاسم حالت، بهادر یگانه، فریدون مشیری، رضاییان و فرهنگ شریف از همه شما خداحافظی میکنیم و همگی به شما روز بخیر میگوییم. خداحافظ.